گایز، اینجا چنل آدوراست و من شما رو به شنیدن آخرین اخبار کی‌پاپ دعوت میکنم. آهیون به خاطر پر انرژی رقصیدن مورد انتقاد قرار گرفت که این باعث شد سبک و استایل اجرای اون تغییر کنه. بعضی از کاربران بعد اینکه این تغییرات رو دیدن اونو تنبل خطاب کردن. اما در تاریخ 24 نوامبر در یک اجرای آهنگ دریپ طرفدارا متوجه شدن که انرژی آهیون به سطح قبلی برگشته و مثل قبل پر انرژی شده. اونا توی ویدیو تیک تاک عملکرد اون رو تحسین کردن. اما فقط یک روز قبلتر توی برنامه میوزیک کورپ اجرای آهیون به نظر بیشتر آروم و مشابه با سبکی بود که قبلا مورد انتقاد قرار گرفت. یه ویدیو توی تیک تاک این دو تا اجرا رو مقایسه می‌کرد که بحث بیشتری رو بین طرفدارا راه انداخت. برخی از طرفدارا حدس می‌زدن که تغییرات ممکنه به خاطر لباسی باشه که پوشیده، چون که لباسش کوتاه بوده و کفشش هم پاشنه بلند بوده. ممکنه اجازه نده اونجور که باید و بتونه برقصه. تا اخبار دیگر، بدرود. Only been a few hours but it felt like days. Only been days but it felt like months.